ناامید برگشتم که برق شی براقی نظرم رو جلب کرد. چاقوی ایلماه بود. قلبم به تب و تاب افتاد. وقتی رد خوش شده خون رو روش دیدم. یه بلایی سرش اومده بود بدون شک. سلام به همراهان عزیز کانال تجربه های واقعی. برای شنیدن ادامه ماجرا حتما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم که کنار ما هستید و گوش میکنید. خسته از راه رفتن زیاد وارد حیاط عمارت شدم. رفتم کنار حوض و پاچه های خاکی شلوارم رو آب زدم. از همونجا نگاهی به پنجره اتاقمون انداختم. انتظار داشتم ماهی پشت پنجره باشه. اما جز تاریکی چیزی نبود. عجیب بود که چراغ رو روشن نکرده. با خودم فکر کردم شاید خوابه. پا تند کردم سمت خونه. خوابیدش هم جون میده واسه اذیت کردن و حرص درآوردن. در خونه رو باز کردم و سلام بلندی به اهل خونه دادم و یه راست رفتم سراغ اتاقمون. در رو باز کردم و تو تاریکی و روشنی اتاق چیزی ندیدم. چراغ نفتی رو روشن کردم و نگاهی به اتاق انداختم. خالی بود و مرتب. دلم ریخت. هزار جور فکر به ذهنم هجوم آورد. از اتاق بیرون رفتم و از مامان سراغش رو گرفتم که گفت از ظهر ایلماه رو ندیده. دستی کشیدم رو صورتم و دور خودم چرخیدم و گفتم نیست. چی کار کنم؟ یعنی چی نیست؟ خونه رو گشتی؟ تو اتاق نبود. اینو گفتم و سری رفتم بیرون حیاط رو گشتم. مطبخ رو، اندرونی رو، هیچ جا نبود که نبود. آخرین جایی که به ذهنم میرسید استبل بود. میخواستم برم اون سمت که صدای پریناز رو شنیدم. اومد کنارم و گفت دنبال ایلماه میگردی؟ شاخکام تکون خورد. سرم رو تکون دادم و گفتم تو ندیدیش؟ سر ظهر با عجله از خونه بیرون رفت. اخم کردم. یعنی چی که با عجله از خونه بیرون رفت؟ سرش رو تکون داد و گفت نمیدونم، فقط دیدم که رفت. دستام مش شد. واسه چی باید بره؟ پریناز زیر لب گفت شاید فرار کرده. سرم رو چرخوندم. سمتشو با عصبانیت گفتم یعنی چی فرار کرده؟ شاید جایی رفته. حق نداری پشت سر زن من همچین حرفی رو بگی. فهمیدی؟ دهنت رو ببند و حدت رو بدون. لباشو رو هم فشار داد. نگاه کینه تو زانش رو به هم دوخت و بی حرف رفت. قلبم به سرعت پمپاژ میکرد. تنم گر گرفته بود از این بیخبری. دستم رو به صورتم کشیدم و گفتم خدایا نجاتم بده. این ماه نمیتونه فرار کنه. اصلا چرا باید بره؟ گیج و درمونده وسط حیاط بودم که مامان نفس نفس زنان اومد پیشم و گفت دیار پریناز چی میگه؟ یعنی چی که این ماه نیست؟ گیج گفتم نمیدونم بذار ببینم باید چه خاکی به سرم بگیرم. به کسی نگو خب. یه جوری دهن اون دختره رو ببند. اینو به مامان گفتم و راه افتادم سمت استبل. هوا تاریک شده بود و مجبور بودم برای اینکه ببینم چراغ نفتی رو با خودم ببرم. سری به استبل کشیدم. همه اسبا سر جاشون بودن و هیچ رد و نشونی از ایلماه نبود. ناامید برگشتم که برق شی براقی نظرم رو جلب کرد. رو زمین نشستم و از لای علوفه و کاه ریخته شده روی زمین چاقوی آشنایی رو بیرون کشیدم. محال بود یادم بره. این دسته قهوه‌ای رنگ و اون کنده‌کاری‌های ناشیانه چاقوی ایلماه بود. قلبم به تب و تاب افتاد. وقتی رد خوش شده خون رو روش دیدم. یه بلایی سرش اومده بود بدون شک. نفهمیدم چطور از خونه بیرون رفتم و خودم رو رسوندم به افشار. در بهداری رو که باز کرد با دیدن سر و روی عرق کردم و آشفتم گفت چی شده پسر؟ نفس می زدم. کمکم کن. ایلماه نیست. شوکه گفت یعنی چی نیست؟ رفتم تو براش جریان رو تعریف کردم. دور خودم چرخیدم و گفتم دارم روانی میشم. عقلم به هیچ جا قط نمیده. نمیدونم از کی بپرسم و به کی پناه ببرم که دلسوزم باشه نه دشمنم. آروم باش پسر. بیا این گل گاو زبونو بخور. اجازه ندادم حرفش رو ادامه بده. با عصبانیت زدم زیر دستش و یقه‌شو گرفتم و گفتم چطور آروم باشم ها؟ زن من، ناموس من آب شده رفته تو زمین. نمیدونم کجاست و چه بلایی سرش اومده. اون وقت تو ازم میخوای آروم باشم؟ چطوری آروم باشم بعد دیدن اون چاقوی خونی؟ یقه‌ش رو با ضرب ول کردم و هلش دادم عقب. با نفس تنگی گفتم تو نمیفهمی من تو چه حالیم. خورده شیشه ها رو برداشت و گفت با داد زدن و عصبانیت هم چیزی درست نمیشه. دعواتون که نشده. نه، قبل از اینکه خبر مرگم بره باش حرف زدم. گفتم تا برنگشتم از اتاق نره بیرون. معلوم نیست واسه فضولی کردن تو چی بیرون رفته. قهر و دعوا که نکردین. پس تقریبا گزینه فرار و قهر حذفه. پس حتما کسی اذیتش کرده که رفته. گفتی اون چاقو کجا بود؟ افتاده بود لابلای کاه و علفای استبل. کمی فکر کردم و گفتم دیشب میگفت پسر خالم و دختر خالم پچ پچ میکردن.
نکنه کار اوناست؟ چرا بین این همه آدم پریناز باید ببینه که ایلماه رفته؟ دستمو به سرم گرفتم و گفتم سرم داره میترکه. چطوری تا صبح سر کنم؟ یه کاری کن افشار، یه چیزی بگو لامصب. عوض اینکه بشین اینجا جلوی من، برو جلو خونه‌تون کشیک بده. اگه کار اونا باشه باید یه کاری بکنن. نبود. وقتی اومدم فرهاد خونه نبود. وای خدایا وای، تا صبح بکشم خیلیه. تو دلم فقط خدا رو صدا می کردم. سرم درد گرفته بود و رگهای صورتم باد کرده بود. زنم تو دست یه لاشخور عوضی بود و من خاک بر سر هیچ کاری نمیتونستم بکنم. آروم و قرار نداشتم و حرفای افشار آرومم نمیکرد. بیقرار از جا بلند شدم و گفتم برم جلوی خونه ببینم این فرهاد بی وجودو میتونم پیدا کنم یا نه. تو هم یه فکری بکن. سری تکون داد و گفت بی خبرم نذار. در ضمن اجازه نده خبرش بپیچه. میفهمی که دهن مردم رو نمیشه بست. راست میگفت، اما حرفش تا مغز استخونم رو سوزوند. برام مهم نبود که مردم چی میگن، اما اگه بلایی سر ماهی کوچولو میومد طاقت نمی آوردم. از بهداری بیرون اومدم و جاهایی که به ذهنم میرسید رفتم و گشتم به امید یه رد و یه نشونه ای ازش، اما بیفایده بود. شب رو جلوی خونه صبح کردم اما خبری از فرهاد نشد. خونمو میخورد، عقلم دیگه به جای قد نمیداد. سراغ هر کی میرفتم و سوال میکردم برام بد میشد. تا صبح از نگرانی مردم و زنده شدم. خبری که نشد رفتم سراغ مشکریم و ازش خواستم اگه فرهاد برگشت یکی رو بفرسته بهداری بهم خبر بدن. برگشتم پیش افشار تا شاید اون بتونه یه فکری بکنه. در بهداری رو باز کرد و گفت خبری نشد؟ نه، دارم جون میدم. این بیخبری کش منو. هر جایی که به مغزم رسیده رفتم. تا صبح کشیک دادم بلکه خبری از اون فرهاد بی پدر بشه. نشد که نشد. چیکار کنم افشار؟ امروز بگذره و این ماه برنگرده آبرویی نمیمونه برام. اصلا آبرو به درک، خودم به درک. پس میافتم. به خدا که باعث و بانیش رو گیر بیارم نمیذارم آب خور. حرفم کامل نشده بود که چند ضربه محکم به در بهداری خورد. افشار گفت آروم باش. حالا که هوا روشن شده بهتر میشه گشت. شاید از خونه بیرون رفته، تو کوهی جایی گم شده. انقدر بعد به دلت راه نده. تو یه پسرخاله بیشرف نداری که بعد از گم شدن زنت گم بشه. رفت سمت در و گفت دلو دادی رفت. بذار این درو وا کنم، بعدش به اون گلوی گیر کردت میرسم. افشار درو باز کرد و من رفتم تو اتاقش و از بین خرت و پرتاش یه نخ سیگار بیرون کشیدم. گوشه لبم گذاشتم و هر چقدر دنبال یه چوب کبریت گشتم پیدا نشد که نشد. با عصبانیت سیگار رو پرت کردم رو زمین و لگدی به کمد فلزی گوشه اتاق زدم. صدای بلند افشار رو شنیدم. ببخشید جناب، ما اینجا یکی رو داریم که هاری گرفته. اومد تو چارچوب در و گفت گمون کنم خدا زیادی خاطرتو میخواد که یه نشونه آورده سر راهت. عین ببر جستی زدم سمتش و گفتم یعنی چی شده؟ ضایع نکن. این یارو زیادی مشکوکه. خون زیادی ازش رفته. به زبون محلی هم حرف نمیزنه. زخمش بی‌شباهت به زخمی که ایلماه بهت زده نیست. دست و پامو گم کردم. تا اومدم بیرون برم جلومو گرفت و گفت خر شدی؟ درسته که عاشق کور و کر و تو حدودی احمقه، ولی نه انقدر. اینی که این بیرونه میشناسه تو رو. نظر همین یه سرنخی که نمیدونیم اصلا هست یا نیست رو از دست بدیم. خدا میدونه چه حالی داشتم. دل تو دلم نبود و بند وجودم داشت متلاشی میشد. به زور سعی کردم از اتاق بیرون نرم. افشار که برگشت سری گفت زود باش بریم. یه ریگی به کفش این مرده هست. شک نکن. رو پوشش رو در آورد و به سرعت از بهداری بیرون رفتیم. افشار به گاری که در حال دور شدن بود اشاره کرد و گفت خودشه. بجم تا دیر نشده. پشت سرش راه افتادیم. تقریبا از آبادی خارج شد. تک و توک خونه هایی بودن. جلوی یه خونه متروکه اسب رو بست و نگاهی به دور و بر انداخت و رفت تو خونه. از رفتنش که مطمئن شدیم از پس دیوار خراب شده نگاهی به حیاط انداختیم. کسی نبود. همه جا ساکت بود. طولی نکشید که این سکوت رو هوار کشیدن‌های آشنایی شکست. تمام تنم چشم شد واسه دیدن، واسه شنیدن. فرهاد مرد زخمی رو انداخت تو حیاط و با خشم میگفت به چه حقی رفته بهداری؟ نگاه شکاکی به دور و بر انداخت. سری سرم رو دزدیدم و با افشار تو حیاط یکی از خونه ها پنهون شدیم. سخت بود برام. توی یه قدمی ماهیم بودم و نمیتونستم کاری بکنم. اوضاع که آروم شد به پیشنهاد افشار از سمت دیگه خونه نزدیک شدیم. نگاهی به حیاط انداختیم. انباری کوچیکی گوشه حیاط بود. قلبم داد میزد که ایلمو هونتوه. فرهاد که با یک کاسه تو دستش رفت تو انبار شکم به یقین تبدیل شد. رو به افشار گفتم نمیتونم حتی یه ثانیه دیگه تحمل کنم. بدون لحظه‌ای درنگ پریدم تو حیاط و رو به افشار گفتم اون مرتیکه با تو. منم سراغ اون فرهاد بی صفت.
افشار رفت سمت خونه کاهگلی و منم رفتم سمت انبار. با هر صدایی که از اون انباری میومد قلبم از جا کنده میشد. جلوی در که رسیدم دستم برای باز کردنش نمیرفت. ترسیدم چیزی ببینم که طاقتشو نداشته باشم. چند ثانیه‌ای معطل کردم، اما با صدای گریه و التماسی که شنیدم بی خیال افکار پوچ تو سرم شدم و درو باز کردم. برای چند ثانیه از چیزی که دیدم بهت زده شدم. خون جلوی چشمم را گرفت. عین یه شیر زخمی حمله کردم به اون عوضی که دستش به ناموس من خورده بود. از پشت سر یقه فرهادو گرفتم و کشیدمش عقب. تا به خودش بیاد مشت محکمی تو صورتش زدم و رو شکمش نشستم. چشمای سرخ و خمارش رو بهم دوخت. پوزخندی زد و کشدار گفت اگه یکم دیرتر میومدی شاهد ناله های زنت زیرم بودی. حرفش باعث شد همون کنترل نیم بندی که رو خودم داشتم و از دست بره و ضربات محکمتری به صورتش بزنم. صدای کشدار و چشمای سرخش نشون میداد تو حالت طبیعی نیست. ضربات بیجونی بهم میزد، اما اینقدر داغ کرده بودم که هیچی حس نمی‌کردم و فقط جری‌تر شدم. با سرفه‌های بلند ایلماه تن نیمه جون فرهاد رو رها کردم و رفتم سمتش. تصور این که اگه چند دقیقه دیر می‌رسیدم چه اتفاقی می‌افتاد جونم رو می‌گرفت. تنش رو بغل زدم. پارچه شلی که دور دهنش بود رو باز کردم. نفس عمیقی کشید و به گریه افتاد. بی حرف بغلش کردم. کوبش شدید قلبش رو حس کردم. بدنش میلرزید و حرفی نمیزد. کمی از خودم فاصلش دادم. سرشونه‌های لختش و پیراهن پاره شده‌اش خوشایندم نبود. موهای پریشون شده‌اش رو نوازش کردم. تصور اینکه به موهایی که عاشقشون بودم دست زده باشه نفسمو بند می آورد. روسریش رو از رو زمین برداشتم. همون موقع صدای جیره در بلند شد. تند برگشتم و رو به افشاری که متعجب به فرهاد نگاه میکرد گفتم تو نیا. بی حرف رفت. روسریش رو کشیدم رو سرش و پیراهنش رو مرتب کردم. نگاهمو از تن سفیدش گرفتم و به زخم گونه‌اش دوختم. نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط بشم. دوست داشتم توبیخش کنم، دعواش کنم که چرا به حرفم گوش نداده. اما حالش خوب نبود. لباش سفید شده بود و لرزش تنش هنوز پابرجا بود. آروم پرسیدم خوبی؟ درد نداری؟ بینی که از شدت گریه سرخ شده بود رو بالا کشید و گفت سرم. موهاشو کنار زدم و نگاهی به سرش انداختم. به اندازه یه سکه زخم و خونی شده بود. اشکاش رو با سر انگشت پاک کردم و گفتم چی خورده تو سرت؟ چشمهای بیحالش رو به هم دوخت و گفت نمیدونم، چوب بود انگار. میخواستم هرچی زودتر از این جهنم ببرمش بیرون. میتونی بلند شی؟ سرش رو تکون داد. تنابهای پیچیده شده دور دست و پاش رو باز کردم. مچهای کبود شدهش رو ماساژ دادم. دستش رو به دیوار گرفت و سعی کرد بلند بشه. قدم اول رو که برداشت زانوهاش خم شد و کم مونده بود بیفته. سری بغلش زدم و گفتم به خاطر تنابا خون تو پات جمع شده، نترس. بلند بلند و بی حرف گریه می کرد. از اون جهنم تاریک و نمور بیرونش بردم و کمکش کردم یه گوشه بشینه تا حالش بهتر بشه. رفتم سراغ افشار و گفتم چی شد؟ مرده رو چیکار کردی؟ چه که اولو نزده از خطای یه سالگی تا الانش رو اعتراف کرد. بیهوشه. دست و پاشو بستم. اون پشت انداختمش. با چشم و ابرو اشاره‌ای به ایلماه زد و گفت حالش چطوره؟ حرف نمیزنه. سرش خونیه. دست و پاش به خاطر تنابا کبود شده. حسابی هم ترسیده. خب برو پیشش. من بودم اونقدر بیقراری میکردم. نمیدونم باید چی بگم و چه جوری آرومش کنم. گم شو خرس گنده. توی زبون بازی مثال نداری. حالا نمیدونی چی بگی؟ برو پیشش، بهونه نیار. فقط قبل اینکه این نره خر به هوش بیاد باید بریم. سر تکون دادم و برگشتم پیش ایلماهی که چشماش رو بسته بود و سرش رو به دیوار سنگی پشتش تکیه داده بود. دستم رو کشیدم روی خراشای گونه‌اش. چشماش رو به سرعت باز کرد و با بغض گفت چجوری پیدام کردی؟ انتظار داشتم خودت فرار کنی. با دست و پای بسته تمام شب و بیهوش بودم. چشم باز کردم. انقدر ترسیده بودم که اسم خودم هم یادم رفته بود. حتی نمیتونستم پامو تکون بدم. گونه خراشیدش رو بوسیدم و گفتم خدا رو شکر خوبی. زود رسیدم. با گریه گفت خیلی ترسیده بودم. پسر خالت داشت. اسمشو نیار. رسیدم دیگه. کاری که نکرد. سرشو تکون داد و گفت نه ولی ترسیدم. دستشو نوازش کردم و گفتم دیگه چیزی برای ترسیدن نیست. من پیشتم. گریه نکن. ماهی کوچولوی حرف گوش نکن. با گریه خودشو تو بغلم انداخت. محکم بغلش کردم و پشت سر هم رو سرشو بوسیدم و گفتم پدر اونی که اشک به چشمات آورده رو در میارم. فقط بشین و تماشا کن. میترسم. اگه یه کار دیگه کنن غلط میکنن. دیگه تنهات نمیذارم. قول میدم همیشه باشم که دیگه کسی جرأت نکنه خش رو تن زن من بندازه.
ازم فاصله گرفت. افشار با یه گاری اومد و گفت اگه دل و قلوه تمومه بیاین بریم. کمکش کردم بلند شو، با هم سوار گاری شدیم. رو به افشار گفتم با فرهاد چیکار کنم؟ فعلا این مردی که بیشتر به دردمون میخوره. نمیتونم بی خیال فرهاد بشم. وایسا همینجا. افشار از گاری اومد پایین و گفت اینطور که این یارو میگفت فرهاد کاری نیست. ولش کن. بردنش هم حرف و حدیث داره. خودش برمیگرده میفهمه چه غلطی کرده. فعلا این مرتیکه رو دریاب که حرفاش زیادی مهمه. تو کدورتی با دختر خالت داری؟ چی میگی تو؟ انگار یادت نمیاد چند سال دور از این تیر و طایفه بودم. آخرین باری که دیدمش یادم نیست. ولی خب همیشه خالم انتظار داشت که من با پریناز ازدواج کنم. ولی خب اوضاع عوض شد. دختره کینه کرده. یعنی پریناز این کارو کرده؟ سری تکون داد و گفت این مرتی که همینو میگفت. مدرک هم داشت. دختر خالت بدجور دل در گرو داره و علنگوشو داده واسه دور کردن زنت. بهت زده از کاری که پریناز کرده بود سوار گاری شدم و کنار این ماه یخزده نشستم. سرش رو بغل کردم و بوسیدم. وقت داشتم واسه توبیخ و تنبیه. از دیشب دلم خون شده بود واسه پیدا کردنش. اول با افشار رفتیم بهداری. کمی آبقند و عسل به خورده ایلماه دادم. کمی که حالش بهتر شد با گریه گفت همه میدونم منو دزدیدن ها. چجوری سرمو بالا بگیرم؟ توف این بخت سیاه من. هر جا میرم به جز بدبختی چیزی عایدم نمیشه. ابرو بالا دادم و گفتم روشن‌ترین نقطه زندگیت ازدواج با من بود دیگه. کجا بدبختی؟ برای چند ثانیه نگاهم کرد و سرش انداخت پایین و گفت ممنون که اومدی و نجاتم دادی. داشتم جون میدادم از ترس. توان دفاع از خودم رو نداشتم. با خنده گفتم دعا به جون چاقوت کن وگرنه پیدا نمی‌شدی به راحتی. لبخند آرومی زد. کم کم رنگ به صورتش برگشت و حالش بهتر شد. از حالش که مطمئن شدم برگشتیم خونه. ایلماه رو از در پشت فرستادم که خدم حرف در نیارن. خودم هم پشت سرش رفتم. مامان با دیدنم با هول و ولا جلو اومد و گفت چی شد دیار؟ ایلماه کو؟ ایلماهی که لباس مرتب پوشیده بود از پشتم در اومد و گفت سلام. مامان نفس راحتی کشید و گفت خدا رو شکر دختر. خدا میدونه از دیشب چقدر دعا خوندم که صحیح و سالم برگردی. خدا میدونه به چه سختی جلوی دهن این اونو گرفتم که حرفی نباشه. رو به مامان گفتم خاله اینا کجان؟ اشاره‌ای به نشیمن داد و گفت اونجا نشستن. نمیدونم یهو چرا این عروس من واسهشون مهم شد. هر لحظه احوالشو میپرسن. دستی پشت گردنم کشیدم و رفتم سمت نشیمن و به مامان گفتم واسهش مهم بوده چون دستی تو کار داشته. به نشیمن که رسیدم خاله و پریناز از جا بلند شدن. پریناز با چشمهای برق زده به صورت اخموی ایلماه زل زد و گفت کجا بودی از دیروز؟ باید بپرسی کجا بردنش از دیروز. تو چیزی ندیدی پریناز؟ آخه میگفتی با هول از خونه رفته بیرون. آب دهنشو قورت داد. نه من چیزی ندیدم. عجیبه. آخه حرف ازت زیاد بود. دستپاچه گفت یعنی چی؟ خاله خانوم عصبی گفت حرفت رو واضح بزن پسر. حرف واضحه. انقدر آتیش کینت زیاد بود که به هر قیمتی میخواستی زنمو از اینجا دور کنی. چرا تهمت میزنی پسر خاله؟ این جواب خوبی های ماه. هر کاری خواستی کردی. آخرش هم خطای زنت رو پای من میذاری؟ نفهمیدم چی شد. با جیغ مامان به خودم اومدم. یقه پرینازو محکم گرفتم. به چه حقی به زن من همچین حرفی میزنی؟ خطای زن من یا حیله‌گری تو؟ مامان با جیغ جیغ اومد سمتم. خاک به سرم دیار. چی کار میکنی؟ ولش کن. یقش رو با ضرب ول کردم. من مدرک دارم واسه غلطی که کردی. تو چی میگی؟ بدون اینکه اجازه حرف بیشتر بهش بدم از خونه بیرون رفتم و بلند افشار رو صدا زدم. ازش خواستم اون مرتیکه رو با خودش بیاره. افشار مرد دست و پا بسته رو پرت کرد وسط نشیمن. چه خبره اینجا؟ افشار رو به مرد گفت این خانمو میشناسی؟ به پریناز اشاره کرد. سرشو تکون داد. بله آقا، خودشون بهم گفتن موقعی که عمارت خلوته بیام تو خونه و عروسشون رو بدزدم. پریناز سری گفت دروغه، بهتونه به خدا. مگه میشه من این کارو بکنم؟ من به عمرم این مرتیکه رو ندیدم. منو چه به این کارا؟ خاله تو منو میشناسی؟ مگه میشه آخه؟ افشار لگدی به اون مرد بیچاره زد و گفت در ازاش چیزی هم گرفتی؟ سری تکون داد و از جیب پیراهن پارش علنگوی شکسته‌ای بیرون آورد و گفت این خانم این علنگوی طلا رو داد واسه این کار. گفت عروسشون رو با نقشه میکشونم پشت استبل و اونجا سوار گاری کن و ببرش.
علنگو رو از دستش گرفتم و گذاشتم کنار علنگوهای دست پریناز و گفتم فرقی هست بین اینا؟ پریناز ترسیده گفت دزدیده، حتما دزدیده. چطوری دزدیده که خط و خشی رو دستت نیفتاده؟ یا اینکه چطور خودت کسی رو خبر نکردی؟ مردی که ازش میباره مال این طرفا نیست چطور از عمارت ما سر در آورد و طلای تو رو دزدیده؟ پریناز با گریه رو زمین نشست و واویلا سر داد. رو به خاله که شوکه شده بود گفتم قدم خودت سر چشم، ولی دیگه خوش ندارم بچه‌هاتو اینجا ببینم، هیچ کدوم، به خصوص اون فرهادی که افسارشو داده دست دخترت. من قول و قراری با کسی نداشتم، اگه بوده یه طرفه بوده. رو به مامان کردم، اونم شوکه شده بود. همین برای پریناز بسه که همه ذات کثیفش رو شناختن، تنبیهش بمونه واسه بعد. دست ایماهو گرفتم و بردمش تو اتاق خودمون و رو بهش گفتم با آدم فضول چیکار میکنن؟ لباش رو برای چند ثانیه کشید تو دهنش و گفت هیچی، چون انقدر ترسیده که به اندازه کافی تنبیه شده. قدمی سمتش برداشتم و گفتم حالا تأثیری هم داشته این ترسیدن رو حس فضولیت؟ سرشو تکون داد و گفت خیلی، اصلا دیگه فضولی نمی کنم، قول. خبیث نوچی گفتم و بهش نزدیک شدم. موهای موجدارش رو لمس کردم و با یادآوری دستای اون عوضی که روی موهاش میلغزید گفتم میگم برات حموم آماده کنم، برو بیا، کارت دارم. کنجکاو گفت چی کارم داری؟ خندیدم. این بود اون حس فضولی که نابود شده بود؟ این که فضولی نیست، همینجوری خوشم اومد بدونم چی کارم داری. همینجوری هم خوشت اومد و از اتاق بیرون رفتی و عین نقشه پریناز رو عملی کردی و موقعیت رو برای جفتشون جور کردی. بغض کرده سرشو پایین انداخت. چونشو گرفتم و سرشو بالا آوردم. گوشه لباش به سمت پایین مایل شده بود و چشماش لبالب از اشک بود. چهره ناراحتش رو تاب نیاوردم و نرم گونه‌اش رو بوسیدم و گفتم خوبه حالا، چیزی نگفتم، برو حموم، خستگیت در بره، گریه و زاری رو بذار واسه بعدش. سرشو تکون داد و بعد بردن لباساش از اتاق بیرون رفت. لباسام رو بغل زدم و از اتاق بیرون رفتم. نفس عمیقی کشیدم. بعد پیدا شدنم انتظار هر چیزی رو داشتم به جز بوسیده شدن. فکر کردم تا پیدام کنه سیاه و کبودم میکنه، ولی عوضش ترسی که تو دلم رونی کرده بود رو کمرنگ کرد. پشتم گرم شد به حضورش، به دفاع کردنش جلوی خالش، به اینکه دست پریناز رو کرد. دلم ذوق غیرتی شدنش رو داشت. با لبخندی که رو لبم نشست از او خواستم واسم آب و گرم کنه تا حموم کنم. بعد همون موهامو شونه زد و بافت. دلم از گرسنگی مالش رفت، اما توان اینکه برم و چیزی بخورم و نداشتم. برگشتم به اتاقمون. دیار روی زمین نشسته بود و به پشتی تکیه داده بود. چشمای بستش رو که دیدم بی صدا رفتم سمتش. میخواستم یه لحاف بکشم روش که سردش نشه. لحاف رو بیرون کشیدم و رفتم سمتش. سعی کردم خیلی آروم بکشم روش بدون اینکه بیدار بشه، اما همین که لحاف به تنش خورد مچم اسیر دستش. کشیدم سمت خودش و گفت موشکوچولی فضول من به دام افتاد. حالا وقت چیه؟ گیج نگاهش کردم و با ترس نالیدم. وقت چی؟ وقت تنبیهه. اذیتم نکن تو رو خدا. بیشتر کشیدم سمت خودش، انقدر که تقریبا افتادم تو بغلش. برای اینکه نیفتم دستمو بند شونش کردم. یه دستشو گذاشت پشتم و گفت خودت بگو چی کارت کنم؟ هیچی. اصلا دلت میاد کاری کنی؟ دختر خاله تو نقشه کشید واسه من. اون وقت من تنبیه بشم؟ اصلا رواست. چرا نباشه بچه پر رو؟ بهت گفتم وقتی نیستم نرو، اما کو گوش شنوا. من به هوای مچگیری رفتم که افتادم تو دامشون. ابرو بالا انداخت و گفت مچگیری؟ از بغلش فاصله گرفتم. بالشی برداشت و دراز کشید رو زمین و گفت تمام دیشب و چشم رو هم نذاشتم که بتونم یه ردی ازت پیدا کنم. خواست خدا بود اون آدم سر راهمون قرار گرفت. اول خدا، بعدم اون چاقوی معروفت که این دفعه گل کاشت. خندیدم و گفتم پس حسابی شانس آوردم. سر تکون داد و دستمو کشید و گفت بیا پیشم تا حداقل خیالم راحت باشه بتونم چند ساعتی بخوابم. دستشو دراز کرد و مجبورم کرد سرمو بذارم رو بازوش. لحنش مست خواب بود. خب داشتی میگفتی از مچگیریت چی شد که از خونه بیرون رفتی؟ اونم وقتی میدونستی تنهایی و دشمن هم کمین کرده برات. آب دهنمو قورت دادم و شروع کردم تعریف کردن. وقتی رسیدم به اون قسمتی که دستشو گذاشت جلوی دهنم
گفتم. وقتی دستش نشست روی دهنم از دست برای چند ثانیه روح از تنم جدا شد. به خودم اومدم و شروع کردم دست و پا زدن. از پشت چسبید بهم و سعی داشت مهارم کنه. جیغام رو دست بزرگ و زبرش خفه میکرد. یادم اومد تو دستم چاقو دارم. دستمو بالا آوردم و پشت همون دستی که رو دهنم بود خراش دادم. مرده از درد آخی گفت و ضربه محکمی به سرم خورد. چشمام سیاهی رفت و با صورت افتادم. دیگه هیچی نفهمیدم. تا وقتی که چشممو باز کردم و دیدم توی یه انباری تاریک افتادم. خیلی ترسیده بودم. سر و کله فرهاد هم که پیدا شد قبض روح شدم. وقتی برام یه کاسه شیر آورد که تو اومدی. نفسمو بیرون دادم. نگفتم که فرهاد گفته میخواد یه حالی هم ببره از زن پسر خالش. اشکایی که بی اراده ریخته بود پاک کردم. بینیمو بالا کشیدم و گفتم همش همین بود. ولی خیلی ترسیدم. همش فکر کردم اگه برنگردم پیدام نکنین چی؟ خمیازه‌ای کشید و گفت حالا پیدات کردم. خیلی هم بد نشد. این ترس تو دلت باشه تا یاد بگیری یا حرف گوش کنی. الانم تا بیدار میشم جایی نرو. دلم از گرسنگی مالش میرفت اما چیزی نگفتم و قار و قور شکمم رسوام کرد. با خجالت نگاش کردم. بلند خندید و گفت ایلی ماه گشنه منو نخوری یه وقت. چرا چیزی نگفتی؟ میخواستی همینجوری بمونی؟ از اتاق بیرون رفت و کمی بعد با یه سینی دستش برگشت و گفت بیا یه چیزی بخور قبل اینکه بیفتی رو دستم. از جا بلند شدم و شروع کردم به خوردن. دیار هم همراهم شروع کرد. وسط خوردن بودیم که گفتم تو سیر نبودی؟ نه خیر، مگه من نیفتادم دنبال پیدا کردنت؟ دختره سر به هوا، هستی یه جور اذیت میکنی، نیستی یه جور دیگه. من اگه اذیت نکنم که نمیشه. چشماشو ریز کرد و خبیث گفت منم تلافیشو یه جور دیگه در میارم. گیج گفتم چه جوری؟ آخ که خنگ بودنت هم خوبه. یه جوری که سرخ بشی، هرس بخوری، دلم خنک بشه. یاد کاراش افتادم و با غضب گفتم اونا از سر نامردیه. سینی رو کنار زد. نزدیکم شد و موهامو زد پشت گوشم و صورتش رو نزدیکم کرد و گفت کجاش نامردیه آخه؟ اصل مردیه. لبخند رو لبم ماسید. از کارای خودش و چاقو کشیدنش و حرفای ترسناکش که بگذرم فرهاد زیادی ترسونده بودم. حالم از همچین موقعیتی به هم میخورد. فقط خودم رو عقب کشیدم و گفتم اینجوری اذیتم نکن. عقب کشید و گفت خب حالا نمیخواستم اذیتت کنم. بیا بخواب. سینی رو برداشتم و کنارش دراز کشیدم. زیاد خوابم نمیومد اما دیار به دقیقه‌ای نکشیده خوابش برد. منم مجبور شدم بخوابم. کاش نمیخوابیدم. انقدر خواب عجیب غریب دیدم که با هول و هراس از خواب پریدم. چشم که باز کردم دیار هم بیدار بود. خوبی ماهی؟ خواب بد دیدی؟ سرمو تکون دادم که با خنده گفت ببین چی شده که تو ترسیدی. حالم که بهتر شد گفتم نوبری به خدا ظالم. خندید و گفت حالا چی بود که تو رو ترسوند؟ ناراحت گفتم فرهاد. لابد از این به بعد قراره بشه کابوس شبا. تو جاش نیمخیز شد و گفت خواب دیدی چی؟ ها؟ فرهاد چی؟ بیخیال دراز کشیدم و گفتم چه میدونم چی؟ یادم نیست که. فقط فرهادش یادمه. شونمو گرفت و چرخون سمت خودش. خب اون فرهاد بی پدر چی کار کرد که ترسیدی؟ خواب بودا. تو خوابم غلط میکنه کاری کنه. باید میکشتم اون عوضی رو. بگو چی دیدی؟ خندم گرفته بود. چیز زیادی از خوابم یادم نبود. به خاطر همین گفتم چیزی یادم نیست ولی کل خوابم رو داشتم فرار میکردم از دستش. وقتی هم که گیر افتادم بیدار شدم. وقتی گیرت انداخت چیکار کرد که بیدار شدی؟ شونه بالا انداختم. یادم نیست. اخم کرد و گفت آخ ماهی من حسابتو میرسم. حالا ببین کی گفتم. بچه میترسونی؟ نوچ. تو عین ببر میمونی ولی خب یه نیشه ماری عقربی چیزی میتونه حالتو بگیره. تا اومدم جواب بدم چند ضربه‌ای به در اتاق خورد. دیار در رو باز کرد. آهو پشت در بود. صداشو شنیدم که گفت سلام آقا، خسروخان فرستادم پی شما و خانوم. دیار سری تکون داد و بعد رفتن آهو گفت انگار بابات فرستاده دنبالمون. دستی بین موهاش کشید و گفت پاشو که مهمون پدرزن شدم. از جا بلند شدم و گفتم نگفت واسه چی؟ سری تکون داد و مشغول حاضر شدن شد. تو اون لباسا واقعا برازنده و چشمگیر شده بود. حتما حسادت اصلی رو تحریک میکرد. برای یه لحظه به داشتن چنین شوهری بالیدم و بی اختیار لبخندی رو لبم نشست. صدای آمیخته به خنده‌اش باعث شد به خودم بیام و لبخندم رو جمع کنم. چیه ماهی؟ دید میزنی؟ خودم رو به اون راه زدم. مگه دید زدن هم داره؟
شونه بالا انداخت و گفت شایدم داشتی فکرای شوم میکردی ها؟ راستشو بگو. فکر شوم چیه دیگه؟ خجالت بکش، مگه همه مثل خودتن؟ ضربه‌ای به نوک بینیم زد و گفت من که میدونم عشق کردی واسه شوهرت، ولی هی انکار کن. بالاخره که معلوم میشه ماهی کوچولو. من بیرونم، حاضر شو بیا. سری تکون دادم و بیرون که رفت یکی از لباسایی که هدیه مهداش خانم بود رو پوشیدم و موهامو مرتب کردم. رنگ و لعابی به صورتم دادم و کمی طلا به خودم آویزون کردم و از اتاق بیرون رفتم. همون موقع هم خاله خانم و پریناز با بار و بندیل جمع شده وسط نشیمن بودن. سعی کردم توجهی نشون ندم و یه راست رفتم سمت دیاری که با مهداش خانم مشغول حرف زدن بود. بهشون که رسیدم دیار گفت دیگه سفارش نکنم مامان، کاری داشتی بفرست دنبالم. مهداش خانم سری تکون داد و گفت برید خدا به همراهتون، یکم این تب و تاب دور بشید. خداحافظی کردیم و سوار ماشین دیار شدیم و راه افتادیم سمت خونه. واقعا دلم تنگ شده بود. بعد این چند وقت بلاهایی که سرم اومده بود، دیار نگاهی به هم انداخت و گفت حواست به مچ دست و پات باشه. اینو گفت و تازه یاد کبودی دستم افتادم. آستین پیراهنم رو پایین کشیدم و گفتم حواسم هست. به خونه که رسیدیم چند نفر جلوی در منتظرمون بودن. جلو پامون گوسفند قربونی کردن. از رو خونش رد شدیم و رفتیم تو حیاط. همینطور که با اهل خونه احوال پرسی می‌کردم، چشمم خورد به ننه. چشمم رو گرد کردم تا بهتر ببینم. همین که مطمئن شدم خودشه، با خوشحالی دویدم سمتش و بغلش کردم و با شوق به ترکی گفتم: خوش اومدی مامان جون. چه بی خبر اومدی؟ ازم فاصله گرفت و صورتمو بوسید و گفت: دورت بگردم نور چشمی. آب رفته زیر پوستت ها، ما رو نمیبینی خوشحالی؟ ریز خندیدم و گفتم کاش میشد همیشه پیشت باشم. وقتی هستی اصلا زندگی یه جور دیگه خوبه. زبون نریز بچه، بیا ببینم چی از شوهر داری یاد گرفتی. آروم خندیدم و همون موقع هم دیار به جمعمون اضافه شد و با مادر بزرگم مشغول حرف زدن شدن.